توی ویدیو قبل در رابطه با نسخه ماریو 2 آمریکا صحبت کردیم و فهمیدیم که بازطراحی از یک بازی ژاپنی به نام دوکی دوکی پنیک بود. اما امروز میخوام در رابطه با نسخه اصلی ماریو 2 صحبت کنم. بریم. سوپر ماریو 2 که بعدها توی غرب به نام سوپر ماریو براس لاست لول شناخته شد، یکی از سخت‌ترین، بی‌رحم‌ترین و کمتر شناخته شده‌ترین سری‌های ماریوه. داستان بازی ادامه ماریو که 8 دنیا، شکست باوزر و نجات پرنسس پیچ. بازی سال 1986 برای اولین بار روی فامیکام دیسک سیستم یا فامیکام های فلاپی خور عرضه میشه. این بازی سوپر ماریو 2 روی فلاپیه. 2 سال بعد برای کارتریج ها هم همینطور عرضه میشه. کارگردان آقای میاموتو و آهنگساز آقای کوندو. از نظر ظاهری بازی شبیه به نسخه 1 ولی چند تا نکته کلیدی داره. اول که لویجی بالاخره اینجا از ماریو جدا میشه، یعنی یک شخصیت با فیزیک مستقله که پرشش از ماریو بلندتره ولی لیزتر از ماریو، یعنی شما باید دسته رو زودتر ول کنید اونجایی که میخواید لویجی وایسه. بلوک های منفی یا پویزن ماشروم یا قاچای سمی رو داریم که ایده اولش برای آقای تزوکا بوده از دستیارای میاموتو. عملکردش هم اینطوری بوده که وقتی ماریو بزرگ بوده، یعنی سایزش بزرگ بوده، وقتی این قاچ سمی رو میخورده کوچیک میشده و اگر کوچیک بوده میمرده. اولین آیتم مخرب تو دنیای ماریو. اول میاموتو خیلی راضی نبوده چون معتقد بوده که اصلا آیتم منفی نباید تو این بازی باشه، ولی بعدها میبینه که این آیتم بازی رو چالشی‌تر و تعاملی‌تر میکنه. تو این بازی عناصر محیطی تاثیر میذارن، مثل باد. تو بعضی از مراحل باد روی پرش و سرعت ماریو تاثیر میذاره. این بازی پر از مراحل پنهان و وارپ زون‌های فریبنده است. وارپ زون‌ها همون به قول معروف لوله‌ها یا قسمت‌هایی از بازی بود که شما رو مینداخت جلو، ولی تو این بازی پر از همونطور که گفتم وارپ زون‌های فریبنده است و احتمال داره شما رو برگردونه عقب. این بازی 8 تا دنیای اصلی داره. اگر خوب بازی رو تموم بکنید و از هیچ وارپ زونی استفاده نکنید، در آخر یک دنیای 9 یا دنیای پنهان برای شما باز میشه که یک هدیه به بازیکنان وفاداره. تو نسخه فلاپی با فکر میکنم چند تا کد شما میتونستید نسخه آتادی رو هم باز بکنید. بیشتر دشمن‌ها همون دشمن‌های نسخه 1 ولی با این تفاوت که بسیار باهوشتر و سریعتر و دقیق‌تر شدن. بازی سوپر ماریو 2 یا سوپر ماریو لاست لولز برای گیمرهای حرفه‌ای و صبور طراحی شده. میبینمتون.